سلام و درود بی پایان. من فاطمه درویشی گوینده کتاب صوتی قورباغه‌ات را قورت بده شما را به شنیدن این اپیزود دعوت می کنم. راه حل شماره 10: استعدادهای خود را تقویت کنید. کارتان را انجام دهید، اما نه فقط در حد وظیفه، بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت. همین مقدار اندک به اندازه باقی آن ارزش دارد. دین بریگز. شما انسان قابل توجهی هستید. در وجودتان استعدادها و توانایی‌های خاصی وجود دارد که شما را از هر انسان دیگری که تاکنون به دنیا آمده متمایز می‌سازد. قورباغه‌هایی وجود دارند که شما می توانید آنها را بخورید و یا خوردنشان را یاد بگیرید و با این کار به یکی از مهمترین افراد نسلتان تبدیل شوید. کارهای خاصی وجود دارد که می توانید انجام دهید یا انجام دادنشان را یاد بگیرید و با انجام آنها برای خود و دیگران ارزش فوق‌العاده‌ای پیدا کنید. وظیفه شما این است که زمینه‌های خاصی را که می‌توانید در آن منحصر به فرد باشید تشخیص دهید و سپس مصمم شوید که در این زمینه‌ها خیلی خوب شوید. مهمترین سرمایه نقدی شما توانایی کسب درآمد میباشد. توانایی شما برای کار کردن شما را قادر می‌سازد که تنها با استفاده از دانش و مهارتتان در دنیای اطراف خود سالانه $10,000 درآمد داشته باشید. این توانایی شما در خوردن برخی قورباغه‌های خاص است که می‌توانید سریعتر و بهتر از دیگران آنها را بخورید. ممکن است همه دارایی خود را از دست بدهید: خانه، اتومبیل، شغل و موجودی بانکیتان. اما تا زمانی که هنوز از توانایی یادگیری برخوردار هستید، می توانید همه آنها به علاوه بسیاری چیزهای دیگر دوباره به دست آورید. به طور منظم استعدادها و توانایی‌های خاص خود را ارزیابی نمایید. کدام کار است که شما می توانید بهتر از دیگران انجام دهید؟ در کدام کار مهارت دارید؟ کدام کار است که برای دیگران مشکل است اما شما آن را به آسانی انجام می دهید؟ گذشته کاری خود را مرور کنید. چه چیزی بیشترین تأثیر را در موفقیت فردی و حرفه‌ای شما تا به امروز داشته است؟ مهمترین قورباغه‌هایی که تاکنون خورده اید کدامند؟ شما به گونه‌ای طراحی شده اید که از انجام کارهایی که می توانید در آنها بهترین باشید بیشترین لذت را میبرید. از انجام چه کارهایی بیشترین لذت را میبرید؟ از خوردن چه نوع قورباغه‌هایی بیشترین لذت را میبرید؟ این واقعیت که از برخی کارها لذت میبرید بدین معناست که در درون خود قابلیت عالی بودن در آن زمینه را دارا میباشید. یکی از مسئولیت‌های بزرگ شما در زندگی این است که تصمیم بگیرید که واقعاً انجام چه کاری را دوست دارید و سپس با تمام وجود برای انجام خیلی خوب آن تلاش کنید. به کارهای مختلفی که انجام می دهید نگاه کنید. کدام یک از آنها بیشترین تشویق و تحسین دیگران را برایتان برمغان می آورد؟ کدام یک از کارهایی که انجام می دهید بیش از هر کار دیگری بر عملکرد سایرین تأثیر مثبت می گذارد؟ افراد موفق همواره کسانی هستند که وقت صرف این می کنند که تشخیص دهند چه کاری را به خوبی انجام می دهند و از انجام آن بیشتری لذت را می برند. آنها می دانند که انجام چه چیزی یک تحول واقعی در کارشان ایجاد می کند و سپس منحصراً در همان کار یا زمینه خاص تمرکز می کنند. همواره باید بهترین نیروها و توانایی‌های خود را برای آغاز کردن و به انجام رساندن آن دست از کارهای کلیدی متمرکز نمایید که استعدادها و توانایی‌های منحصر به فردتان شما را قادر می‌سازد آنها را خوب انجام داده و نقشی مهم ایفا کنید. شما قادر به انجام همه کارها نمی باشید، اما می توانید کارهای معدودی را انجام دهید که در آنها از دیگران برترید. کارهای معدودی که واقعاً می توانند تحول ایجاد نمایند. قورباغه را قورت بده. قورباغه را قورت بده. همواره این پرسش‌های کلیدی را از خود بپرسید. در انجام چه کاری واقعاً خوب هستم؟ از کدام یک از کارهایی که انجام می‌دهم بیشترین لذت را می‌برم؟ آیا اصلاً می‌توانم کار دیگری را انجام دهم؟ این کار چه خواهد بود؟
اگر با خرید بلیت بخت آزمایی یا چیزی شبیه به آن پول زیادی به دست آورید و آنگاه بتوانید بقیه عمرتان هر کاری که می‌خواهید یا قسمتی از آن را انجام دهید، چه کاری را انتخاب خواهید کرد؟ چه مقدماتی را فراهم می‌کنید تا بتوانید آن کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهید؟ پاسخ این سوال هر چه که هست، از همین امروز برای آن دست به کار شوید.